در مورد وقت افطار و سحر اگر روشنی بندازی بهتر می شود. سحرایی که در این روزا ما و شما داریم تا 3 بجه را، کسایی که وقت خیسته در کم 5 کم 3 بجه بند کنه سحری خوده. اما کسی که نو خیسته که ناگهان خیسته آزانم گفته میشه تا 3 بجه رم بالکل سحر میتونه خورده میتونه نوشیده میتونه. و افطار یادتان باشه کدام نقشه هایی که هسته مطابق این نقشه های افطار نکنی خیر ببینی 3-4 دقیقه را دیگه هم تمدید کنی به خاطر که یک سلسله گپا وجود دارد. ما به چشم سر در دیگه وقتا دیدیم که اینجا شام شده لیکن هفته و دیده از همون خاطر 1-4 دقیقه چی شود. چرا که تنها غروب آفتاب مهم نیست افطار، برآمدن شب هم مهم است از طرف مشرق که او در سر بیاید، یعنی برابر سر تو تاریکی بیاید. ما شما اگر روی آسمان صاف باشه طرف مشرق ببینی بالکل تاریکی همینطور بالاش بوده میایه میبینی. پیغمبر علیه السلام بگه اذا اقبل اللیل من ها هنا و ادبر النهار من ها هنا، وقتی که شب از مشرق بالا شد و در مغرب آفتاب غروب کرد فقط افطر الصائم، روزدار روزی خود افطار کرده. اگه افطار میکنه نمیکنه روزیش افطار شد.